واقع متعلق به حضرت علی. چه کسی تجربه میکنه اوی ما یا ذهن ما؟ اوی ما. سلام، صدا ضعیف است. نمیدونم والا. الان که خوب بود، چی شد یهو صدا ضعیف شد؟ ضعیف شد. آقا این کلاب هاست خدا وکیلی برنامه نویساش اصلا دیوونه خونه. چیه اینا؟ صدا که سر جاشه که من همینجا دورم نشدم. سلام و درود ارادت آقا مهدی عزیز و همه دوستان. سلام علیکم. تقبل الله. سلام ارادت آقا احسان آقای زمان. نه صدا مثل تلفنی شد یه لحظه، الان چی؟ بعد الان دوباره خوبه؟ الان خوب شد. خوب شد. خب خداش. میگن هر کی سوره واقعه رو بخونه هر شب از دوستان حضرت. نمیدونم، من اولین بارشه. صدا بسیار ضعیف است. خب رفتیم رو مود موزیک. صدا رفت. الان رفت الان رو خوب. میوزیک. الان خوبه. خیر دیگه. حالا موندن نموندنش پای خودتونه دیگه، ولی میمونه. اگه شما شهر درست نکنید میمونه. این هم هست. سوال بفرمایید، تبادل، صحبت، مطلب. خوشم میاد، هیچ سوالی ندارید. خیلی عالیه. ببینین تو عالم فیزیک، در عالم فیزیک انسان بخواد یا نخواد محدوده. ادراکش نسبت به هستی محدوده. محدوده به زمان، محدوده به مکان، محدوده به واقعیت، محدوده به منطق، محدوده به قوانین منطقی. و انسان همش داره با مثلا کسب علم و دانش داره تلاش میکنه که این محدودیت ها رو کم کنه. ولی بازم نمیشه. یعنی هر چقدر که باز تلاش میکنه باز هی محدودتر میشه. و هر چقدر که دانش پیدا میکنه تازه میفهمه هیچی بلد نیست، هیچی نمیدونست. اینطوری. برای اینکه از محدودیت خارج بشی باید از فیزیک خارج بشی، از زمان و مکان خارج بشی. از زمان و مکان خارج شدنم تو رومای قبلی توضیح دادیم چجوریه. تکنیک داره و حقیقت. با حقیقت باید از زمان و مکان خارج شی. خب آقای دستوری خوش آمدین. حضرت احسان، آقا مسعود، همه عزیزانی که
پایین تشریف دارین، بالا تشریف دارین، بالاتر از ما تشریف دارین، همتون خوش آمد. آقا عرض سلام و ادب و احترام. فقط تشکر میکنم. جلسه پیشم باز صدای شما ظاهرا اوایلش بوده و اواخر، یعنی از اول وسط ها دیگه نبود. به هر حال خدمت شما و همه عزیزان عرض ادب و احترام. انشالله که این مشکلم حل شه، چون ما حقیقت میخوایم چند بار این صداها رو گوش کنیم. خب اینجوری هم خوبه دیگه، هر کی که روزیش باشه بهش میرسه، اونی هم که روزیش نباشه نمیرسه. اینجوری هم خیلی. خب سوالاتتون رو بفرمایید. سوال، صحبت، مطلب، اینا مهمه. من تو همون جلسه پیش با اجازه از حالا شروع کردم، شنیدم که شما انشالله یه برنامه دارید برای رکورد کردن. حالا فرمایش شما درسته که واقعا بحث روزی، ولی از حالی خودتونم این مسئله رو یادآوری کردید و به اصطلاح قبول دارید که واقعا شنیدن دوباره سه بارش اصلا یه چیز دیگه است و به هر حال خدا رو شکر که آقای زمان هست و این صحبت ها رو دو سه بار گوش کردن واقعا آدم یه چیزای نوعی میشنوه. اگه تو این قضیه هم ما رو کمک بکنین ممنون میشم. من یه سوال بپرسم آقا مهدی. بپرس عزیزم، بپرس. ببخشید، دو تا سوال پشت سر همه. اون چیزی که حقیقت به عنوان حقیقت خودشون نشون داده و تایید میکنه چه چیزیه؟ و اگه حقیقت نیازمند تایید اون چیز باشه، ما از کجا میتونیم بفهمیم که حقیقت چی میتونه باشه و چه نیازی داریم به اون حقیقته و چرا این حقیقت مقدسه و دلیل تقدس یک چیز چه چیزی میتونه باشه؟ اگه خیلی پشت سر هم شد دونه دونه بپرسم. احسان یه بار دیگه بگو احسان. یه بس بار. دونه دونه آقا مهدی بپرسم. اون چیزی که حقیقت رو به عنوان حقیقت شناسایی و تایید میکنه چه چیزیه؟ یعنی اون چیزی که حقیقت رو به عنوان یه حقیقت برای ما شناسایی میکنه و تایید میکنه اون چیه آقا مهدی؟ نه شاید اون سوال من نتونم خوب سوال اوست. کنم. او همون یه اوی حقیقت خودمون دیگه. حقیقت رو شناسایی میکنه و تایید میکنه. همون اوی خودمون که ازش صحبت بود قدیم بله، خیلی. یعنی حضور خداوند. یعنی اگه اینجوری باشه پس این بخوام اینجوری نگاه کنیم در این صورت حقیقت نیازمند تایید اوست، درسته؟ چرا؟ چون ما از کجا میتونیم بفهمیم که حقیقت چیست؟ اوست که میتونه بفهمه حقیقت چیست. آها، ببین، حقیقت نیازی به تایید او نداره چون حقیقت. او هم نیازی به تایید حقیقت نداره چون او هم حضور خداونده. منتها اتفاقی که میفته و این نیازه در عالم هستی، بالانس شدن ایناست. بالانس شدن اینا با وجوه ماست. یعنی چی؟ یعنی وجه احساس من اینو بفهمه، وجه ذهن من اینو بفهمه و قبول بکنه و بهش شهادت بده. یعنی شهادت این شهادتین هست، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان یعنی اینطوری شهادت بده که آقا حقیقت
اوست، او حقیقت است و همه اوست، همه خداست. اینو شهادت بده، نه که ذهن بگه آقا نه، این چیزی که من تشخیص میدم حقیقته، حالا من باید بررسی کنم بعد نتیجه رو اعلام کنم. نه، یا وجه روح یا وجه احساس. ببین یه موقعی هست من میگم خب من که او دارم، اوی من هست، حضور خدا من هست، خیلی خوب، حقیقتم که حقیقته، خیلی خوب. به قول آقای قرائتی دختر خانم یه زرک زنگ زدم میگه شما که میگه خدا عادله پس چرا ما زشتم؟ آقا شما که میگی او هست حقیقتم هست، آقا پس چرا من یه کارایی میکنم، من یه کارایی میکنم که احتمالاً با حقیقت فاصله داره؟ پس این چیه؟ این فاصله وجوه با اوست. کارایی که من میکنم و با حقیقت فاصله داره کارای من نیست، کار ذهنه، کار جسمه، کار روحه، کار احساسه. مثلا روح من یه جایی آسیب دیده، تحقیر شده و چون من آگاهی نداشتم و خودم رو روح، جسم، ذهن، احساس، اخلاق اینا میدونستم، الان در صدد جبران اون آسیب روحیم. بعد میگم خب این الان جبران اون آسیب روحی به من حال میده، لذت میبرم، پس این حقیقت؟ نه، این حقیقت نیست. این اون چیزیه که احساس تو داره بهت میگه حقیقته، داره جای حقیقت جاش میزنه. این چیزیه که احساس من داره به من میگه این حقیقته. تو میگه تو آدم خوبی هستی، انسان خوبی هستی، جز دسته خوبانی، پس این که داره بهت حال میده این حقیقته. اینجا گولت میزنه، اینجا گولت میزنه. آدم باید خیلی، انسان باید خیلی مراقب باشه که اسیر بازیچه ذهن و جسم و روح نشه. اون مثلث شیطانی، جسم یه تقاضایی داره، ذهن پردازشش میکنه، روح هم بهش جنبه معنوی میده و میگن به آقا درسته انجام بدیم، آقا این حال میده، بعدم اینا خودشون لیبل حقیقت بهش میزنن. این اینطوری نیست، اینطوری نیست. آقا حالا این پراکندگیه، یعنی این از همگسیختگی این جسم و ذهن و روح حالا احساس، اینها باعث نمیشه که همین اتفاق بیفته؟ یعنی این از بس که از هم جدا بودن، یگانه نبودن، این اتفاق افتاده و اگه این پراکندگی به یگانگی برسه دیگه خودش مهر تایید رو میزنه دیگه. شاید چون از هم جدان و از هم گسیخته هستن این تضاد به وجود میاد. میشه اینجوری نگاش کرد یا نه؟ آها، ببین اینا جدایی و از هم گسیختگیشون به خاطر اینه که مثلا ذهن قبول کرده، روح هنوز قبول نکرد. ذهن مثلا او رو 90% پذیرفته، جسم او رو 20% پذیرفته، روح او رو مثلا 40% پذیرفته. اینا با هم، اینا اینه که آدم فکر میکنه پراکندگیه. سطح ادراک ایناست که این شبهه پراکندگی رو ایجاد میکنه، و یعنی اینا مجتمعن، اینا همشون میدونن او هست، ولی سطح ایمان اینا، یقین اینا به حضور او، به حضور خداوند، و اینکه دیگه خودشون کوتا بیان. ذهن نگه منم که منم، روح همینطور، جسم همینطور. جسم نگه آقا اگر او هست پس چرا من باید مثلا فلان کنم. میدونی اینا
این فاصله ادراک ایجاد پراکنده. وگرنه اگر ما همه وجوهمون رو هماهنگ و مستمر تشویق به شناخت او بکنیم و نزدیک به او بکنیم، این پراکندگی از بین میره. مثلا جسم من میگه آقا بله الان بیا مثلا یه عشق و حالی بکنیم، روح و ذهنم این عشق و حاله رو تایید میکنن. منم که باید اینا رو هماهنگ کنم و این نکته ایه که خیلی ها رو زمین گیر میکنه. اونایی که تو طریقت، ببین طرف شریعت رو رد کرده، خیلی تو طریقت زمین گیر میشه، اهل طریقته، اهل معناست، ولی زمین گیر میشه. فکر میکنه اون چیزی که احساس میکنه، اون چیزی که دریافت میکنه، اون چیزی که یقین کرده درسته و همون زمین گیرش میکنه. اون زمین گیرش میکنه. بعد میگن آقا خب مثلا این کار، آقا الان خیلی از آدما رو داریم روز گناه میکنن، شب نماز شب میخونن. خیلی ها رو داریم روز جنایت میکنه یارو، شب نماز شب میخونه. شب نماز شب میخونه، نماز شبش رو وصل میکنه به نماز صبحش، صبح هم نمازش رو میخونه، میره تو محل کارش جنایت میکنه. چرا اینطوریه؟ اینا دارن همدیگه رو پوشش میدن. ذهن و جسم و روح و اخلاق و احساس، اینا دارن همدیگه رو پوشش میدن. ذهن یه خطایی میکنه، روح میگه اشکال نداره بیا نماز میخونیم، نماز میخونن، روح یه ذره آرام میشه، خلأ اون عذاب ذهن رو پر میکنه. میگه دیدی نماز خوندیم داداش، به روح به ذهن میگه ها، روح به ذهن میگه داداش دیدی نماز خوندیم، خیال اینی بابا، پرش میکنه. روح یه سوتی میده، ذهن میاد پرش میکنه. اینا خیلی ناکسن. اینا با هم دیگه خیلی آدمای خیلی گنده رو زمین گیر کردن. آدمای خیلی بزرگ رو انداختن تو اشتباه. فقط یه چیزه، اونم سطح ادراک برابر و اینا رو باید سعی کنی سپر به سپر ببری جلو. ذهن و وجوه، همه وجوه رو سپر به سپر ببری جلو به سمت او. اگه یکیش عقب بمونه یکیش جلو بمونه، اینا خب یه ذره اذیت میکنه، ولی این اتفاق راحت میفته. شما اراده که بکنید این اتفاق براتون راحت میفته. درد کنه، عالی بود، مرسی. سلامت باش. آقای زمان ببخشید، راهی هم داره که مورد به قول معروف چی میگن اصابت گلوله های این سه قرار نگیریم، یعنی یه لباس ضد گلوله حالا به قول شما بپوشیم که این سه تا نتونن اون گلوله هاشون کارساز بشن، یا نه؟ یا اینجا همون جاییه که به قول آقا دستوری، اینجا همون جاییه که تو میتونه حجاب بشه برای دیدن اون حقیقته. آقا یه راهی هست ولی خیلی نباید بهش چیز کنیم. ببین اصل داستان اینه که شما اراده کنید. همین. شما اراده که بکنین که اینطوری باشه اینطوری میشه. درست شد؟ منتها برای اهل طریقت من اینو میگم، آدمایی که حالا هنوز نتونستن با اون کاراکتر قبلیشون فاصله پیدا بکنن.
هنوز نتونستن، هنوز درگیرن. اینو برای اونا میگم. میگه لا اله الا هو یا لا اله الا الله. لا، نه گفتن به وجوه. لا اله الا الله گفتن، لا گفتن، نه گفتن به وجوه باعث میشه اینو متوجه او بشن. یعنی شما داری میگی نه، خدایی نیست به جز خدا، اله و او. یعنی هیچ چیزی نیست به جز خداوند و حضور خداوند. با لا گفتن، با نه گفتن، منتها دیگه نباید آدم از اون ور بوم بیفته دیگه، هر چی شد بگه نه. این یه تکنیکه برای کسایی که اسیر وجوهن. برای شماها نیست. شما اراده کنین، اراده که بکنین حله، خودش اتفاق میفته براتون. آقا مهدی، شمشیر حضرت علی ذوالفقار یک لای بود، بخوایم نگاه کنیم شبیه لای دیگه، که یعنی میخواد به جهانیان نشون بده لا، نه. بله، بله، این لا خیلی مهمه. توی این چیزا هم ببینین دیگه، توی این نمادهای معنایی اسلام هم لا زیاد میبینید. منتها خب اینا تفسیرهای متفاوت از لا دارن دیگه، ولی حقیقت لا اینه، نگفتن به وجوهه. ببینید وجوه انسان رو تو عالم فیزیک محدود میکنن. یعنی چی؟ یعنی من میگم من حسم نسبت به این موضوع خوبه یا بده. اگه خوب باشه خب ادامه میدم، بد باشه میگم نه. من میگن آقا چرا نمیای؟ میگم من حس خوبی ندارم نسبت. آقا چرا با فلانی ارتباط آقا من حس خوبی ندارم، حس خوبی ازش نمیگیرم. ذهن باز همینطوره، روح باز همینطوره. اصلا اینا بعضی وقتا آدمو میکشن میبرن. یهو شما اسیر یه رابطه ای میشی که اصلا میبردت به سمت نابودی. اینا بردنت، احساس، روح، ذهن، جسم، اینا بردنت انداختنت تو این رابطه، داری نابود میشی. آدم عارفی هستی یا اهل معنایی، اهل شناختی، ولی داری داغون میشی. به دادت نرسن نابودی. اینا میبرنت. این وجوه انسان رو در عالم فیزیک محدود میکنه. نگفتن به وجوه انسان رو از عالم فیزیک خارج میکنه. و انسان تا زمانی که در عالم فیزیک محدوده، خواسته هاش محدوده، دسترسی هاش محدوده، ادراکش محدوده، قدرتش محدوده، همه چیزت محدوده، لذاتت محدوده، همه اینا محدود میشه. ولی وقتی که از این وجوه فاصله بگیری و بهشون بگی نه، از فیزیک فاصله میگیری و تو وارد ورای فیزیک میشی. اینجا نشستی ولی سر میزنی خونه مادرت همزمان. اینجا نشستی سر میزنی خونه دخترت و دامادت. اینجا نشستی داری گوش میکنی ولی میدونی پسر و عروست دارن چی کار میکنن. کیلومترها اون طرفتر از تو
الان تو خونهشون دارن چیکار میکنن. این یعنی دیگه تو محدود به زمان و مکان نیستی. اینجایی ولی اونجایی، همین جایی همون جایی. اینجا روزه اونجا شبه، اینجا ساعت 8 اونجا ساعت مثلا 12 است. تو محدود دیگه نیستی. پس فاصله گرفتن از وجوه انسان رو از محدودیت زمان و مکان در این فاصله گرفتن به معنای اینکه ترک وجوه نیست. این خیلی مهمه ها. ببین، فاصله گرفتن از وجوه یعنی فاصله گرفتن از خواست وجوه، فاصله گرفتن از اراده وجوه. حد و مرزشون رو بهشون نشون میدی، میگه آقا خط قرمز من اینه، از این جلوتر نیا. ببینین کسایی که اهل عرفانن خیلی هاشون مثلا روزه میگیرن، ریاضت فلان، بدن خودشونو، چرا این کارو میکنن؟ اونا خیلی حقیقتشو نمیدونن. این کارو میکنن برای اینکه آوردش براشون خیلی عالیه. آوردش اینه که طرفو به حقیقت نزدیک میکنه، یه چیزایی متوجه میشه، ولی نمیدونه این یعنی چی. این یعنی این که اون به جسمش میگه نه لا، جسم میگه تشنمه میگه لا، میگه گشنمه میگه لا، میگه میخوام بخوابم میگه نه، میگه آقا چی میگی؟ میگه اون که من میگم ساکت باش. به ذهن همینطور. یعنی میگن روزه میگیری فقط گرسنگی و تشنگی نیست، چشمتو باید کنترل کنی، ذهنتو باید کنترل کنی، روحتو باید کنترل کنی، احساستو باید کنترل. دقت یعنی دیگه مثلا میگن تو اگه روزه داری، اگه مثلا یه خانم خوشگل رو ببینی حالی به حالیشی، روزت باطله. این یعنی چی؟ یا یه خانومی یه جنتلمن شیک ببینه حالی به حالیشه، باطل روزش. حالا تا غروبم گشنگی و تشنگی بکش. این یعنی چی؟ یعنی این لا گفتن، نه گفتن به وجوه، حد و مرز وجوه رو مشخص کنن، خط قرمز براشون کشیدن، لا گفتن بهشون. بگین نه، شما نه، لا اله الا هو، لا اله الا الله. یعنی نیست خدایی به جز الله، اله و او نیست. پس شما ساکت باشید. اینه که آدما رو تبدیل میکنه به بشر و بشر رو تبدیل میکنه به انسان. خروج از محدودیت عالم فیزیک که وجوه برای ما ایجاد کردن. آمتی انگار ما یه فرمونی هست که ما در بعد تولد بدون فرمون میایم، بعد در ادامه زندگی این وجودی که شما ازش یاد کردی فرمونو میخوان بگیرن به دستشون، بعد میگیرنم. انگار اصلا کلا رسالت ما انگار اینه که فرمونیه که وجود میخوان بگیرن دستشون رو ما بگیریم از وجود و دوباره به همون بیفرمونیه برسیم. بیفرمون اومدیم، فرموندار شدیم و دوباره زمانی که هستیم بیفرمونی و با اختیار خودمون تو دستمون بگیریم. جالبه. آفرین، دقیقا همینه. ببین تو فرمون دستت بوده اومدی، بعد اینا فرمون از دستت در میارن. چرا؟ تو لازمه بیایی جسم و روح و ذهن و احساس و اخلاق و اینا رو تجربه کنی. تو لازمه که بفهمی وقتی در برای فیزیک تو خلق میکنی، در فیزیک چه اتفاقی میفته، این خلق تو با چه کیفیتی و چگونه ایجاد میشه. اینو باید یاد بگیری و بفهمی.
اومدی این وجوه درت مستقر شدن که اینو بفهمی، ولی این وجوه بسیار محدود کنندن، مثل آبی که بریزی تو لیوان شکل لیوانو میگیره با خودش. تو همون آبی تو هر ظرفی بریزنت شکلشو میگیری. چرا اون آبی؟ چون بسیار انعطاف پذیری. الکترون ها متناسب با شعور بیننده حرکتشون رو تغییر میدن. انسانی هم که مشرف به هستی میشه بسیار انعطاف پذیر میشه. تو از یه جایی داری میای که این انعطاف پذیری به حد نهایه است، ولی میای اینجا رو تجربه کنی، اینا خشک، اینا میگیرنت، اینا میخوان ارادهشون رو به تو تأمین کنن. تقصیری هم ندارن، نه که بد باشن، نه که بد جنس باشن، نه، این چارچوبشون اینه، انعطاف پذیری ندارن. ذهن همینه، روح، جسم نداره آقا، ظرفیتش همینه، نمیتونه انعطاف پذیر باشه. آقا شما الان یه آدم معمولی لطفا همین الان 180 بزنه، نمیتونه پاهاشو 180 درجه باز کنه، آقا نمیتونه، ناقص میشه. بهش فشار بیار، مفصلش میشکنه، رباطش پاره میشه، عضلش بافت عضلانیش پاره میشه، نمیتونه. باید آرام آرام مثلا ممارست کنه 6 ماه 1 سال زیر نظر مربی که بتونه 180 بزنه. محدود جسم، روح، ذهن، اینا محدودن، تقصیری هم ندارن. تو میای اینا رو درت مستقر میشن، این محدودیت ها بهت دیکته میشه، غالب میشه بهت، شکل اینا رو میگیری. و این شکل اینا گرفتن ها اگر زرنگ نباشی و آگاه نباشی و بیدار نباشی تو رو محدود میکنه. اشکالی هم نداره ها، قراره تجربه کنی، میای محدود میشی که اصلا عالم فیزیک رو تجربه کنی، ولی دیگه گیر میکنی. بچه زرنگ اونیه که محدود نشه. محدود هست ولی نیست، محدود هست ولی حواسش هست که این محدودیت بابت چیه و چرا. خودشو به اینا محدود نمیدونه. محدود هست ولی باور به محدودیت نداره. در نتیجه آدمی که به این وجوه محدود نباشه فرمون دستشه، اینجاست ولی اونجا هم هست، اینجاست ولی میدونه فلانی فلانه، اینجاست ولی همه جا هست، اینجاست اراده بکنه هر جا بخواد میره سر میزنه، هر جا بخواد با حد و مرز میره. حد و مرز، مثلا اینجاست میگه الان دوست دارم ببینم فلانی راجع به من چی فکر میکنه. حد و مرز، راجع به من چی فکر میکنه، نه که بره بگه آقا فلانی ببینم داره چی کار میکنه، نه، این غلط. حق نداره وارد سرزمین وجودی دیگران بشه بدون اجازه، حق نداره. ولی در این حد که بگه آقا فلانی راجع به من، تو حق خودته، میگی راجع به من چی فکر میکنه، میتونه بره ببینه. اینجاست در کمتر از آنی در آنی، یعنی یه آن کمتر از آن، یعنی آنی در آنی، میتونه بره به 10 جا سر بزنه بیاد. دارم حرف میزنم با شما صحبت میکنم، همین الان سر زدم به جایی اومدم، سر زدم به جایی اومدم، سر زدم به جایی اومدم. این میشه به راحتی، به راحتی. اینه که انسان رو از محدودیت و از ناتوانی خارج میکنه و تو توانا میشی. تو عالم فیزیک نمیدانی و نمیتوانی، خارج از عالم فیزیک هم میدانی هم میتوانی. جالب بود. اینجاست که میگه جانا چه دانی تو، وین قصه چه خانی تو، گر هیچ نمانی تو، اینجا شوی آنجایی. بله، بله.
یه سوال میتونم داشته باشم آقای زمان؟ ببخشید. آقا خواهش میکنم بفرمایید. الان از صحبتهای شما برداشت من این هست که این وجوه یعنی چند تا سوال میشه دیگه، بعدم جهت دبل چکه، این وجوه رو به ما دادن که اینجا ما یه استفاده هایی ازش بکنیم. اولین سوال اینه بعضی موقع‌هایی، حالا من اصطلاحش رو میذارم گوش گرفتن یا نه تذکر دادن، یه چیزایی رو جلوی آدم میذارن که آدم بیاد بیرون متوجه بشه که اینجا زیاد جای موندن نی، حواست جمع کن تو مال این چیزا نیستی. مسئله بعدی اینه که حالا مثلا شما توی صحبتاتون گفتین تو تصمیم گیری ها تصمیم سخت‌تر رو بگیریم. آیا معیاری میشه داشت که به اصطلاح حد و اندازه من مال این به اصطلاح وجه نیستم بیاد رو؟ یعنی یه جا که بیشتر تو اون وجه موندی، یه چراغ قرمز، یه علامتی برات روشن بشه، یه جوری متوجه بشی. و فکر میکنم که تازه برای اشخاص هم فرق میکنه. یعنی چراغ قرمز برای من با آقای زمان، با احسان و آقا مسعود و عزیزان دیگه فرق میکنه، ولی میشه یه جوری یه جا متوجه بشیم که آقا دیگه حواس جمع باشه، بپری بیرون، نمونی تو اون وجه بیش از حد. بله کاملا درسته. بله کاملا درسته. متفاوت هست، برای هر کسی متفاوته، ولی برای هر کسی یه حدی داره. دقیقا درست. اون آلارمش رو چگونه میتونیم متوجه بشیم؟ آیا زبان نشانه هاست یا یه آلارمی داره که به قول معروف اون چیز رو دیدیم، اونو شنیدیم، اونو حس کردیم بفهمیم که آلارمه؟ محمد رضا حواست جمع کن. این سوال قشنگیه، داره سب کنه جوابش میدم. محمد حسین عزیزم خوش آمدید. حسین آقا خوش آمد. قربان شما. سلام زمان. سلام دوستان، سلام رفقا. سلام و درود خانم زمان دستی هستم. محسود حسین. خب من دستم بنده، شما اگه صحبتی هست بفهم. نه آقا متیمون منتظریم، شما هر موقع دستت باز شد جواب سوال آقا دستوری رو بدی.
پس اینجا آقا مهدی اینجوری که دارم من بهش فکر میکنم، هر آن چیزی که هست وقتی در اختیار این وجوه من هست، حالت دولبه وار کار میکنه. یک سوش به سمت این که من به سمت بیفرمونی حرکت کنم، یک سمتش این که به شدت با اون فرمونه هم هویت و یکی بشم. گاهی انقدر این اتفاق عمیق میشه که اصلا یکی شدن با اون وجوه کاملا مشخص و مبرهنه و کنده شدن ازش دیگه کار سختیه. اصلا همه چیز میتونه هم حجاب باشه هم حجاب نباشه، هم کمک کننده باشه هم اسیر کننده باشه. جالب بود، من رو بردی به فکرم شد آقا مهدی خیلی. خب ببین، من اینو با یه مثال بهتون توضیح بدم که قشنگ قابل درک باشه. یه عزیزی چند وقت پیش به من مراجعه کرد. گفت آقا اونم بله، گفت من درگیر یه مسئله ایم، از شما کمک میخوام. گفتم خیر باشه، چیه داستان؟ گفت آقا اینجوری و اینا. من احساس کردم که باید برم به لحاظ فیزیکی تو اون محلی که ایشون میگه. رفتم و توضیحات ایشون رو شنیدم و دیدم درست میگه. گفتم خب چی شده؟ گفت آقا یه اتحادی بین شرکای من و این واسطه شکل گرفته. یه واسطه ای هست، ما میخوایم یه معامله کنیم، یه واسطه ای هست، منم شریک دارم، یه اتحاد شومی بین اینا شکل گرفته، اینا میخوان حق من ضایع کنن. گفتم مطمئنی؟ گفت آره. گفتم خب میخوای چیکار کنی؟ گفت هیچی، میخوام این اتحاد اینا بشکنه. چیکار کنم؟ گفتم خب میشکنه، خیالت راحت باشه. گفت همین. گفتم همین. فرداش یا پس فرداش زنگ زد، گفت آقا. گفتم بله. گفت آقا اینا زدن به تیپ و تارم. اصلا من یه مثالی هم برای زدم. گفتم گله گرگا وقتی تومه نشته باشن همدیگه رو پاره میکنن. تو تومه اینا نشو، تو بکش کنار، اینا میپاچن به هم. و این تو عالم فیزیک بود. تو ورای فیزیک هم اراده کردیم که اینا بپاچن به هم. پاچیدن به هم. خوشحال و خندون. گفت آقا دمت گرم، آقا اینا پاچیدن فلان شد، آقا اینا من نجات دادی فلان. گفتم خب باش، به سلامتی. یه هفته ازش گذشت، دوباره زنگ زد. گفت آقا به دادم برس، بدبخت شد. گفتم چی شده؟ گفت آقا اون شریک من رفته داره سهم خودشو یه جا دیگه معامله میکنه. اینجوری باشه که بدبخت میشیم دوباره. معلوم نیست اون کیه که میخواد بخره و فلان و اینا. گفتیم خب حالا الان میخوایم چیکار کنیم؟ گفت هیچی، معاملهشون نشه دیگه، اینا نشه. گفتیم با معامله اونا هم نمیشه. معامله اونا هم نمیشه. گفت مطمئن؟ آقا مطمئن باش معامله اونا نمیشه. دوباره یه 2-3 روز بعدش زنگ زد، گفت آقا معاملهشون به هم خورده فلان اینا. این یارو رفته اصلا اونجا زده زیر همه چی. گفتم خدا رو شکر. گفت تو این مدت هم من با این واسطه رفیق شدم، فهمیدم که اینا خیلی هم برای من تو نقشه نبودن. گفتم ببین آقا جان، ببین پس اون حالت اول که فکر میکردی اینا برای تو دسیسه کردن و به همش زدی، حالت بدتری به وجود اومد. اینو به هم زدی، دوباره امکان داره بدتر به وجود بیاد. این یه تجربه ای بود برای تو. من اگه میگفتم آقا نه اینو به هم نزن، تو تا آخر عمرت این شبهه تو ذهنت میموند. اون معامله دنیا هم به تو سود میداد، میگفتی نه این قرار بود بیشتر به من سود بده، اونا دسیسه کردن. این زمانم اومد یه چیزی، یه حرفی شکمی زد و رفت. من قرار بود 10 واحد سود کنم، 8 واحد سود کردم. این 2 واحده تا آخر عمر برات سوال بود. ولی الان فهمیدی، تجربه کردی، زبدگیش اینه که فهمیدی آقا هیچ خبری نیست و اگر اجازه میدادی اون اتحاد باشه، الان سودتو کرده بودی یا قال قضیه کنده شده بود. گفت آره. گفتم خب پس آقا جان، تا زمانی که مطمئن نشدین هیچ بازی رو نباید به هم بزنین. تا زمانی که مطمئن نشدین شما باید توی همه بازی‌ها، همه فرایندهای زندگیتون پیش برید. دقت کنید، اینجاشو دقت کنید.
تو همه فرایندا پیش میریم، منتها برای هر آدمی حد مشخص داره. حدی که برای آقای دستوری هست با حد من، با حد احسان، با حد مسعود، با حد محمد حسین، با حد حسین، با حد رامین، با حد 8 میلیارد و اندی آدمی که تو سیاره زمین هستن متفاوتن. همه با هم متفاوتن. شما هر کدوم یه نسخه منحصر به فرد، حدا متفاوته، ولی تا قدم آخر باید بری، تجربهشو کامل برداری. دیگه میدونی اگه یه قدم دیگه برداری باخت میدی در اصطلاح، اونجا دیگه قصه رو به هم بزنی با اراده خودت. پس اینی که من همین اول بگم آقا این مثلا این سختی در اصطلاح یا این رنج در اصطلاح برای من من اصلا با سختی و رنج حال نمی کنم، همین اول نسخه بپیچم. نه، نه، من خودمو از کسب تجربه، زبدگی و رشد محروم کردم. ولی من میتونم برم سختی رو تا نهایت، یعنی یه قدم بذار. خودتون میدونید من چی میگم. جایی که دیگه قشنگ میبری حقیقی نه واقعی، یا اون جایی که ادا در میاری آقا من بریدم خسته شدم، گریه میکنی میزنی به در و دیوار، ولی ته دلت خودت میدونی منم میدونم حالا جا داری. نه اونجا، نه اونجایی که دیگه میتونی واقعا دیگه نمیشه، یه قدم دیگه نمیتونی برداری تمام هستی به هم میریزه، اونجا خرابش میکنی، اونجا اون بازی رو به هم میزنی با اراده خودت. حدتون اینطوری، خودتون دست خودتون متوجه میشین. امیدوارم واضح و روشن گفته باشم. نمیدونم اگه مفهوم بود که خب خدا رو شکر، اگه نه سوال کنین که توضیح بدین مفهوم بشه. اونجوری که شما فرمودید جناب آقای زمان، من فکر میکنم به جایی میرسی که به راحتی میگن دور از جون همه از ذهن میشنون این محمد رضا دیوونه است، اصلا ولش کن، مرسی قوتوم از زیاد، خداحافظ، شما ول میکنم میرن. میدونید یعنی یه چیزایی میشه که الان من دارم توی ذهن خودم اینو میپرورونم، یه جایی که حقیقتا به من فشار بیاد دیگه. من الان تو کلاس آقای زمان یاد گرفتم که اصلا منی نیستم، کس دیگه است. و حالا این یه چیزه، یه جایم بودش که یه سوال دیگه میخوام بکنم، اون اینه که من همیشه پیش خودم این معیار رو داشتم، من هر چی به ذهنم میرسه از بابا میخوام، اونی که بابا به هم نداد اصلا محلم هم نذاشت دیگه اطمینان خاطر دارم که محمد رضا به دردت نمیخوره. فکر میکنم میخواد این راحت تر جلو میرفتم. حالا باز نظر از اتالی چیه؟ ببینید تا جایی که شما میگی آقا بابا، یعنی احساس حمایت هست، این باباه یعنی اون حمایته، یعنی نبریدی. جایی که فکر دیگه میبینی تنهایی تمومه، یه قدم دیگه یعنی نابودی، اونجا بازی رو به هم میزنی. یا بازی تا اونجا به هم میخوره خودش، به قول شما میگن آقا این فلانی دیوونه است ولش کن بذار بریم، اونا بازی رو به هم میزنن. یا اگه اونا پای بازی باشن شما دیگه باید به هم بزنی، ولی تا اونجا حق نداری به هم بزنی، تا اونجا نمیتونی به هم بزنی. جایی که دیگه از این، تا جایی که ظرفیت وجوهتون اجازه میده بازی رو ادامه میدی. جایی که دیگه میبینی آقا امکان داره یکی از وجوه آسیب جدی ببینه، حتی نابود شد، دیگه قدم بر نمیداری، بازی رو برمیزی. میگی آقا من یه قدم دیگه بردارم بچه جسمم نابوده، نمیری. روحم نابوده، نمیری. آقا این دیگه تو ظرفیت من نیست، قدم بعدی تو ظرفیت من نیست، خودت میفهمی. اونجا دیگه بازی رو برمیزی. اراده داری، صاحب اراده ای، بازی رو برمیزی.
ولی تا اونجا باید بری بازی رو. شما هر نظمی رو تو هر مرحله میتونید بشکنید. یه چیزایی که هنوز نیومده قرار بهتون برسه تو بعد زمان و مکان، هنوز به شما نرسیده، اونا رو میتونید بشکنید، خراب کنید که بهتون نرسه با اراده کردن. ولی به نظر من این حماقت آدم این کارو بکنه. باید بذاری برسه، بازی خودشو در بیاره، تجربهشو بده، زبدگیشو برداری، بعد به همش بزنی. شما همه چیز تو تو سیاره زمین، تو این عالمی که داریم زندگی میکنیم، همه چیز شما سودشو میبری، توفالشو میندازی میره. میوه رو آبشو میخوری، توفالشو میندازی میره. غذا رو بدنت هضم میکنه، مواد مغذیشو میگیره، توفالشو دفع میکنه. همه چیز همینه. تو هم باید اینطور باشی. اما آقا متی، انگار همین تجربه زیستی یه جایی نشون میده که به چیزی نباید دست زد، اصلا دست به هیچی نباید زد. دقت کردی تو طبیعت میرین میگن آقا دست به سنگ نزن، دست به چیزی نزن. به نظر منم منظور همینه، دست نزدن به چیزی. هرچند که عملا و علنا به چیزی هم ما نمیتونیم دست بزنیم. یک سناریویی طراحی شده بوده، یک فیلمی ساخته شده بوده، فیلم اجرا شده، تموم شده، بازبینی شده، الان دارن برای بار چندم نگاه میکنن. عملا دست زدنی تو کار نیست، چون این به نحو اصلا در درست‌ترین شکل، به بهترین شکل انجام شده و تموم شده. الان یه بازبینی داره انجام میشه گذرا. نظر من البته. آره دقیقا درسته. ببین، تا زمانی که این سنگه داره پرت شده، داره میاد به سمت کله تو که بخوره به کلت بشکنه، تا زمانی که این سنگه تو نخواستی که کلتو بشکنه و بهش مهلت دادی، به حرکتش میتونه ادامه بده. دیگه به محض اینکه احساس کردی آقا این سنگه دیگه بزنه میشکنه، بخوره میشکنه، اونجا دیگه با حرکتش متوقف کن. تمام فرایند اینه. آیزمون ببخشید حسین آقا بفهمید بعدن، من زیاد سوال کردم. نه عزیزی ببخش. آقا میخواستم بدونم که خب ما از کجا باید بفهمیم که این مرحله‌ای که مثلا توش هستیم، این وجوهی که توش هستیم، اون زبدگی رو به ما داده و وقتش عبور کنیم؟ یعنی از کجا بفهمیم وقت عبور کردنه؟ مثلا در یه جایی داریم، این مثال دارم میزنم، مثلا در یه جایی میریم، اونجا هستیم، چند وقت ساکن اونجاییم، زبدگی اونجا رو کشف میکنیم. از کجا بفهمیم وقتشه که دیگه پاشیم، وقت بلند شدن زبدگی رو گرفتیم؟ خودت متوجه میشی، مگه اینکه نخوای متوجه بشی، مگه اینکه خودت بزنی به گوچه، مگه اینکه بگی آقا زودتر برم بیرون، مگه اینکه نتونی تحمل کنی، وگرنه خودت متوجه میشی. شما سونا که میری، حد توان و تحمل خودتو میدونی، ولی یه جای دیگه نمیخوای اذیت شی، میگی من بیشتر از این میتونم بمونم، برش دیگه، نمیخوام خودم اذیت کنم، بلند میشی میری بیرون. ولی حد توانت خیلی بیشتر از اون، تو 20 دقیقه نیم سیت میشینی، ولی سر 5 دقیقه 10 دقیقه میگی ولش کن، چه کاریه، چرا خودم عذاب بدم، همینقدر بسه، بلند شی بری بیرون. این حرکت هم مشکلی نداره؟ خب دیگه تو اون سود اثر سونا رو بدن تو به مقدار کم برداشت میکنی، مشکلی نداره. تو سلطانی، مسلط بر هستی، هر کاری دوست داری میتونی بکنی، این صاحب اختیاری.
ولی اگه بمونی خب سود بیشتر میبری دیگه. در اصطلاح سختی بیشتر میکشی، رنج بیشتر میکشی تو سونا، ولی از اون ور سود بیشتر میبری. ولی دیگه یه حدی هست میگی آقا من دیگه 1 دقیقه دیگه بمونم ایست قلبی میکنم، 1 دقیقه دیگه بمونم بیهوش میشم، 1 دقیقه دیگه بمونم میرم تو کما. بلند میشی میری بیرون، دیگه نمیمونی. ولی یه جایی هست میگی نه دیگه دم اذیت میشم، ولش کن، حال نمیده، بلند شیم بریم با بچه‌ها بریم تو استخر. اون فرق میکنه. من میگم شما تا اون لحظه، تا اون 1 قدم مونده به کما، تا 1 قدم مونده به ایست قلبی برو، بذار تجربه رو کامل بگیری. ولی شما میتونی قبلش هم بیای بیرون. آقا ببخشید میتونم یه سوال دیگه داشته باشم؟ میکنم، بفرمایید. اولا که از تذکراتتون بی نهایت متشکرم. یه چند وقتیه صبحها، حالا یا مثلا شبها، با توجه به فرمایشاتی که شما گفتید، میگم که یالا به قول شما اراده یا فیزیکی کاری انجام میدم که آنهایی که حالا افکار منفی، یا برای مثال یه دفعه تو فرمایشاتتون گفتید که ماشینی که اما راه میخواد و ما بهش راه ندادیم، حالا حق چیزم با ما بوده ها، حق تقدم از نظر قانون راهنمایی رانندگی هم با ما بوده ها. من حقیقتش از اون موقع خیلی به قول خودمون آنتنام بیشتر داره کار میکنه که یا علی مدد. پس اونم یه حقی داره گردن ما میاد و میتونه یه منفی ایجاد بکنه. حالا با لغات خودم اینو دارم میگم. صبح یا شب میگم اون منفی ها رو نظمش رو میشکنم. الان میخوام ببینم این شامل این فرمایش شما میشه که ما جلوتر نشکنیم، یا اونها یه چیز دیگه است؟ ببین اونا یه چیزی دیگه است. ببین اونا اینطوریه که شما باید دائم استغفار کنی، دائم با استغفار. چرا استغفار میکنی؟ برای اینکه امکان داره وقتی جلوی یه نفر پیچیدی، حق تقدمم با تو بود، قبل از اینکه تو بپیچی یارو نگات کرده، ماشین تو دیده، خودت هم دیده، گفتی این چه آدم باحالیه، این به من راه میده، این آدم مشتی است. بعد یهو تو پیچیدی جلوش. این نگرش و این حسابی که رو تو باز کرده رو خراب میکنی. تقدمم با تو بوده ها، حقت بوده، ولی پیچیدی جلوش، حساب اونو به هم زدی. آقا این به حسابت زده میشه، این بار داره برات، و اگر بگی استغفرالله این بارا خونسا میشه. استغفرالله استغفر. یا همین مثلا به آدما کمک کردن. من چرا به شما میگم آقا میخواید کمک کنید، از حلقه اول که خانواده است، اعضای خانواده شروع کنید، حلقه بعد همسایه و بچه محلا، حلقه بعد فامیل، حلقه بعد همشهری، هم استانی، هم وطن، بعد برید سراغ حلقه های بعدی. چرا؟ کمک کردن اون بارایی که به حساب شما زده شده و بار به حسابتون گذاشتن، اونا رو خنثی میکنه. و من از شما میپرسم بیشترین سطح تماس شما با کیاست؟ اول با اعضای خانوادهتون. پس مطمئن باشید بیشترین بار رو اعضای خانوادهتون به حسابتون میزنن. صبح خواب بیدار شدی،
خانومت زودتر از شما بیدار شده، مثلا صبحانه رو آماده کرده، میگه الان مهدی بیدار میشه با یه روی خوش به من میگه دست درد نکنه، یه ماچم هم میکنه، میگه به بچه صبحانه دمت گرم. اصلا منتظره که روز خوبش رو با نگاه من شروع کنه. بعد من بلند میشم، اخمام تو همه، در صورتمو شسته نشسته میرم، اصلا توجه نمیکنم بهش. این چایی رو کی ریختی؟ چه سرده؟ میگه عزیزم منو بعد عوضش میکنم دورت بگردم. ولی به حسابم رفت، خورد به حسابم، چه بخوام چه نخوام، چه همسرم بخواد چه نخواد. این زده شد به حساب من، این بار رفت رو بار من. پس موقع کمک کردن اول باید به حلقه اول کمک کنم که بیشترین سطح تماس رو بهشون دارم، بیشترین بار رو به حسابم میزنن. بعدش همسایه است، بعدش فامیله، بعد همینطوری متناسب با سطح تماس ما باید کمک کنیم و از اون ور دائم باید استغفار کنیم، چون یه چیزایی هست که ما نمیدونیم، نمیفهمیم. آقا من یه موقع هست با یه نفر صبح همسایمه تو آسانسور، میگم آقا باور میکنین من خیلی وقتا به شما این توصیه رو میکنم، جلوی آینه این چاق سلامتی کردن، سلام کردن، مثلا صبح بخیر گفتن، بفرمایین، خوشحال شدم دیدمتون، امیدوارم همیشه سالم بود، این جلو آینه تمرین کنین. به خودتون نگاه کنین، ببینید میمیک صورتتون، حال بادی لنگویجتون چطوریه. یه حالت خوشایند باشه، یه حالتی معمول باشه، یه حالتی نباشه که طرف نگاه میکنه فکر کنه شما داری مسخرش میکنی. تو داری با خلوص سلام میکنی، ولی اون برداشتش این نباشه تو داری مسخرش میکنی. سلام بالا به پایینه یا هر حالتی دیگه، اینا رو جلو آینه تمرین کنین. آقا شما مثلا من تو آسانسور همسایه‌مو میبینم سلام علیک میکنم، من با خلوص نیت سلام علیک کردم و چاق سلامتی کردم و صبح بخیر گفتم. الان چند روز پیش می‌خواستم برم بیرون، صبح زود بود، هنوز این چیزای پارکینگ و اینا همه بسته بود، این چیزایی که امنیتی سرایدارمون هنوز خواب بود و اینا. من خواستم برم بیرون، یه خانومی هم تو ساختمون ماست، اونم کارمنده، اونم زود میره، اومد هی دیدم من زدم وا کردم و اینا، رفتم بیرون، هوام تاریک بود. بعد دیدم این بنده خدا هی داره استارت میزنه، دلم نیومد برم، رفتم بیرون تو کوچه ماشینم پارک کردم، پیاده دوباره برگشتم تو پارکینگ، دیدم داره میره سمت آسانسور که بره بالا سویچشو بذاره. گفتم خانم ماشینتون ظاهرا روشنه؟ گفت آره. گفتم چیه مشکلش؟ گفت این اصلا جون نداره. نه گفتم خب من کابل تو انباریم هست، ماشینمو میتونم بیارم براتون باتری به باتری کنم روشن کنیم بریم اگه میخواین این کارو بکنم. گفت نه اسنپ میگیرم. گفتم منم توصیه میکنم اسنپ بگیرین، چون الان اینجا من روشنش میکنم، برین بیرون خاموش کنین گیر کنین به مشکل میخورین، این باید باتریش عوض شه. میخواین تو طول روز اگه من کسی رو بفرستم بیاد باتریش عوض کنه؟ گفت نه خیلی ممنون تشکر همسرم هست و فلان، اینو انجام میده اینا. خداحافظی کردیم رفتیم. آقا یه موقع من با حسن نیت کامل یه کاری رو انجام میدم، ولی برداشت طرف مقابل خیلی مهمه، اون خیلی مهمه، اون داره میزنه به حساب من و من خبر ندارم اون چه برداشتی میکنه و من نمیدونم اون چی داره چی تو ذهنشه، تو قلبشه، چه جور داره این قضیه رو قضاوت میکنه، چه جوری داره تحلیل میکنه، من نمیدونم. تو عالم فیزیک من نمیدونم. پس باید دائم استغفار کنم که این بارا سبک شه، باید دائم کمک کنم که این بارا سبک شه
و کمک کردنم باید حساب کتاب داشته باشه. گاهی شما به یه نفر کمک میکنی، هلش میدی به سمت یه بدبختی جدید، یه مکافات جدید، یه بار جدید برای خودت ایجاد میکنی. یعنی اینا هم خیلی مهمه. خیلی همه چی حساب کتاب داره، همه چی باید مراقبت کنی. آقای زمان اینجا که سلام میکنی، حالا به قول خودمونی ها میگن سلام لور بی تمنی، اصلا سلام میکنی جوابتو نمیدن. بعد سلام که میکنی بعضی موقع واقعا تو آسانسور، حالا میری دفتر میای سلام که میکنی یه جوری دیگه بهت نگاه میکنن. اینجا تکلیف چیه دیگه؟ هیچی دیگه، حتی خنده. شما کار خودتون رو بکنین، استغفار کنین. کار خودتون رو بکنین، استغفار کنین. شما کار خودتون رو بکنین. شما دارین تجربه میکنین، اونا هم دارن تجربه میکنن. نه به اونا خورده ای وارده، نه به شما. ولی بچه لات، بچه زرنگ زیر بار کسی نمیره. یقش و دست کسی، یه بچه لات یقش و دست هیچکی نمیده، زیر بار هیچکی نمیره. سلام که تو میکنی، تجربه تو میکنی، بعد چه استغفار میکنی. تمام. برخوردهای لازم رو انجام میدین ها. من نمیگم عین علی ذوقی آدم به چرخه به همه لبخند بزنه و فلان اینجوری نه. من خودم شد همین الان آدمی هست تو دایره سطح تماس من الان حدود فکر کنم یه هفتش، آره تمیز هفتش سالی هست من باش قهرم. هفته یه بارم میبینمش، دایورتش کردم پایین. یعنی هر موقع میبینمش دایورته. این آدم لازمه براش، لازمه براش. چرا؟ چون یه خبتی کرده بود، بعد منم بهش هیچی نگفتم. یکی دیگه بهش گفته بود فلانی این کاری که کردی این خبت بودا. بعد اومد به من پرو به من گفت فلانی. بودم بله. گفت اون کاری که من کردم به نظرم کار اشتباهی نبود. گفتم خب باش، مسیر تو ادامه بده. ولی من اگه اون ارتباطم رو با ایشون ادامه میدادم صدمات خیلی زیادی به من وارد میشد، چون آدم بی حد و مرزیه و آدم فوق العاده با اعتماد به نفس کاذبه. داره اینجوری تجربه میکنه، نه که اینا بد باشه، خب داره اینجوری تجربه میکنه، ولی تجربه کردنش به من آسیب میزنه. من الان 8 سال 7 سال باش حرف نمیزنم. یعنی میبینمش انگار دیوار رو دیدم، میبینمش با ستون فرقی نمیکنه. مثلا اینطوری برام فرق نمیکنه. مثلا گاهی شده مثلا خیلی هم نزدیک به من بوده ولی دایورت بوده. اینا هم بالاخره شما خودتون تشخیص میدین چی کار کنین. حالا میشه گفت وا مگه آدم میشه 7 سال بایی که آقا قهر باشی، حالا اینا که اهل شریعتن، آقا قهر باشی نمازت باطله، عبادتت باطله. نه عزیز من، اینا مال سوسول بازی شریعت و قرتی بازی های طریقت. تو عالم حقیقت تو سلطانی، حکم میکنی، صاحب اراده ای، صاحب اختیاری، منتها درست.
زمان هست که یه سوال دیگه خارج از این بحث تایتل داشته باشم ازتون. بله خواهش میکنم بفرمایید. با محمد جواد در رابطه با یه موضوعی ما داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با اینکه برای فرزند آینده، حالا من بحث رو اینجوری شروع کردم که مثلا اگر ما دوست یا حالا مثلا بخواهیم که فرزند آینده شما در این مقام، در این شغل، در این پست بیسته، با توجه به اون چیزی که ما فکر میکنیم براش خوبه، یه سلسله مراتب، حالا به یه نوعی بگیم رنج ها، بگیم درس ها، بگیم تجربه ها رو باید ببینه. و اون صحبتش به این بودش که ما اصلا بهتره که هیچی رو نخواهیم، ولش کنیم، بذاریم خودش بره جلو. حالا روی این قضیه میخواستم یه دبل چک با شما بکنم، شما نظرتون چگونه است؟ من نظرم اینه که ولش کن درست نیست. بالاخره ایشون که تشریف میارن مسئولیت دارن. کسی که خانواده دستوری رو انتخاب کنه و بیاد مسئولیت داره، این مسئولیت رو میپذیره و شما باید برای اینکه بتونه از عهده این مسئولیت به خوبی بر بیاد آموزش های لازم رو بهش بدید. به نظر من ولش کن چیز خوبی نیست. مثلا خود بحث به اصطلاح شریعت و مذهبش الان برای ما مسئله است دیگه، یعنی مسئله که نی، حالا قابل صحبت دیگه. پدر مسلمان، مادر مسیحی، مادر نظر داره که بچه مثلا اجازه بدیم ما براش به اصطلاح اجباراً به اسلام رو نیاره. از اون ور پدر میگه که من دوست دارم که حالا این گونه و این گونه بشه. میخواستم ببینم شما نسبت به این قضیه راهنمایی دارین؟ من نظرم اینه که بچه از هر دو طرف حالش رو ببره. این یه موقعیت ویژه است، این یه موقعیت فوق‌العاده برای هر آدمی که هم اسلام رو ادراک کنه هم مسیحیت. به نظر من هیچ کدوم از طرفین نباید محدود کنن. طرف هر دو طرف رو ادراک کنه، بعدم هر کدوم رو خواست خودش انتخاب کنه. پس اینجا اجازه اختیار با او، بله. چون اینا ظاهرا خیلی معتقد اینن که بچه اگر بره در کلیسا و غسل داده بشه میشه مسیحی. محمد جواد مطرح کرد که آقا جون ما اصلا حضرت مسیح رو قبول داریم، ما همه چیه و از حضرت مسیح هم به اصطلاح مقدس نام میبریم. خب حاجی اونا باید ببرن کلیسا و غسل فلان بدن و اینا. ما یه دوتا تشهد طرف بگه مسلمونه تموم. اونور بره کلیسا، اینورم بیاد تشهدشو بگه. اونور بره کلیسا، از این ور شما تو گوشش از اون بگو، تمومه کار تموم. بعد که خودش بزرگتر شد، قوه تشخیصش اجازه داد، اون وقت خودش تصمیم میگیره. به هر حال ممنون از راهنماییاتون و همینقدر که به هر حال لطف میکنید، بی نهایت متشکر. اتفاقا فرصت خیلی خوبیه برای شما، برای محمد جواد. ببین این بچه اونور میره کلیسا میره، اینورم میاد هیئت میاد، اونور میره که شناخت پیدا کنه، اینورم میاد که شناخت پیدا کنه.
آدمیزاد بذر محبت رو بکاری آدم سبز میشه. شما اون بچه باید ببینه کدوم طرف. این فرصت برای شما که بتونین خودتون رو خالصتر کنین و این قصه رو خالصتر به اون نشون بدید، زلالتر، شفافتر، روانتر، زیباتر. و خودتون باید به ادراک زلالتر، شفافتر، زیباتر و روانتر برسید که اینو به اون بچه هم انتقال بدید و اون بچه جذب مرام شما بشه. بعدم بچه ها معمولا اینطوری هم میرن سمتی که محبت بیشتره. آدمیزاد بذر محبت دیگه. خدا رحمتش کنه، مادر من همیشه میگفت بابا پسر جان، آدمیزاد تخم محبت، بذر محبت بکاری آدم سبز میشه. الان همین عروس دامادا، کسایی که تازه با هم ازدواج کردن، مثلا تعطیلی میشه، مثلا مناسبت میشه، مثلا عید نوروزه، نمیدونم مناسبت مذهبیه، مناسبت ملیه، هرچی، مسافرت میخوام برن فلان، میرن سمت خانواده پسر یا دختر، فرقی نمیکنه، میرن به سمت خانواده‌ای که محبتش بیشتر، میرن اونجا احساس محبت بیشتری میکنن، احساس رضایت بیشتری میکنن، بیشتر لذت میبرن. نمیرن به سمت جایی که خیلی محدود بشن و نمیدونم واسهشون محدودیت بذارن و فلان و اینا. اینجوری نگیم اون بدش نیاد، اینجوری نگیم اون خوشش بیاد، اینجوری بگیم الکی بگیم بخندیم، الکی فلان نکنیم، الکی اونوری نمیرن. میرن سمتی که راحته. معمولا جذب خانواده‌ای میشن که احساس آرامش و راحتی بیشتری بیشتر. این یه فرصت برای شما. شما میتونید این محیط رو ایجاد بکنید و اون 16 رو جذب بکنید به مرام خودتون که انشالله در آینده هم بتونه این در واقع مسیری رو که شما تا حالا اومدین و بالاخره چند نسل برایش زحمت کشیده شده، ادامهش هم بتونه ایشون حفظ بکنه. کل هستی تسلیم اهل حقیقتن. کل هستی تسلیم اهل حقیقتن. آقای زمان، ببخشید یه سوالی داشتم. میخواستم بدونم که مثلا ممکنه حکم کنیم دستوری بدیم اراده‌ای کنیم ولی مثال انجام نشه؟ کسی هست جلوی این انجام نشدن رو بگیره و چرا این کارو میکنه، چرا جلوشو میگیره؟ ببین شما هر اراده‌ای بکنی انجام میشه. اونایی هم که فکر میکنی نشده شده. گاهی نشدن عین شدنه. شما فکر میکنی نمیشه. شک نکنین اراده انسان بر هستی مسلطه. غیر ممکنه انسان اراده‌ای بکنه و این محقق نشه. غیر ممکنه. منتها صورت تحقیقش متفاوته.
همیشه به اون صورتی که شما انتظار داری محقق نمیشه و چون صورت تحقیق متفاوته شما فکر میکنی محقق نشده، در صورتی که حتما و قطعا و یقینا محقق شده، میشه و خواهد شد. درود در ادب خدمت همه عزیزان، آمتی عزیز، جناب دستوری، مسعود، حسین و بقیه دوستان. من یه مسئله رو می‌خواستم مطرح کنم مبنی بر این که صحبت میشه در مورد این که مثلا انسان سلطانه و به هر جهت به همون خصوصیاتی که در خدا هست در ما هم هست، یک جهان هولوگرافیک که ما یک قطره از دریا هستیم با همون توانایی ها و پتانسیل ها که به صورت بالقوه است که بتونیم بالفعلش کنیم. اما یک تضاد و تعارضی وجود داره در باور من و اون این که به نظر میرسه که عوالم بالاتر، هر چی که آدم بالاتر میره رؤوفتر و خوشقلبتر و عاشقتر میشه. مبنی بر این که مثلا خب مسیح رو میبینیم خیلی پتانسیل داره، خیلی از پتانسیل هاش رو هم بالفعل کرده، ولی در اون کیفیت نمیتونه که مثلا نه میخواد نه با قوانین جهان هستی جور در میاد که بخواد خشم و غضب بکنه و به هر کسی که میخواد بیاد به این لگد بزنه و زباله‌ای بر کسی پرت بکنن. اینا قدرتمندترین و در عین حال در عالم فیزیک مظلومترینن. این خیلی دردناکه برای من، یعنی یه چیز عجیب و غریبیه که یک آدم متعالی توی جهان فیزیک چقدر بی‌دفاعه. حالا نظر شما رو می‌خواستم ببینم در این مورد چیه. ببینین انسان، ما یه آدم داریم، یه بشر داریم، یه انسان. آدم که شاخه ای از حیوانات دیگه، شاخه ای از شجره، از همون شجری که میمون و شامپانزه یه شاخشن، ما هم یه شاخشیم. اون آدمه، تعریفش معلوم. اون تا متعالی تره دیگه، شاخه در واقع تکامل یافته تر و بهتری. تو بعضی از موارد، تو خیلی از موارد هم نه. خیلی من موارد میتونیم بگیم شامپانزه بهتر از آدمه. اون داشت بحثی نیست. خیلی هم بحث میکنم میگن آقا انسان اصلا اشرف مخلوقات نیست. کی میگه؟ راست میگن. آدم اشرف مخلوقات میتونه نباشه. میتونه. شما میتونی لیست کنی، چک لیست بزنی، بگی آقا شامپانزه اینا رو داره، آدم اینا رو نداره، آدم هم اینا رو داره، شامپانزه رو. بعد مقایسه کنی بگی مثلا شامپانزه سرتره. خیلی خوب، میشه. آدم که اهل شریعت میشه، یعنی میاد ساده سازی شده قوانین رو ادراک میکنه و رعایت میکنه، میشه بشر که اغلب اهل شریعتن دیگه. بعد که از این مرحله عبور میکنه، از شریعت و طریقت عبور میکنه و به حقیقت میرسه، میشه انسان. اونی که به حقیقت میرسه متعالی میشه. اونی که به حقیقت میرسه حقیقت زباله‌ای که بهش پرتاب میکنن و میبینه، نه اون زباله‌ای که بهش پرتاب میشه. حقیقت اون به صلیب کشیده شدن و احیانا، حالا توی این که مسیح به صلیب کشیده شده یا نه خب باز بحث است. حقیقت اون موضوع رو میبینه، نه واقعیتشو. توی این که کسی میاد بهش دشنام میده و بی احترامی میکنه، حقیقت اون شخص رو میبینه، نه واقعیتشو. یه موقع هست یکی رو دوست داره، میخواد جلب توجه کنه، میره 2 تا فحش بهش میده. اون طرفی که داره فحش میخوره اگه اهل حقیقت باشه و متوجه بشه که این آدم میخواد جلب توجه کنه و میخواد با این فحش دادن ها نزدیک بشه، معاشر بشه، هموزن بشه با اون، بهش اجازه میده. ولی یه موقع هم هست نه، خلاف اینه.
طرف جزء دسته آدم به پایینه. یعنی حتی اگرم جزء بشر باشه، بشریه که ادا داره در میاره، بشر نیست واقعا، داره ادا، همون آدم است داره ادا در میاره. اون موقع در برابرش میسته، مثل علی ابن ابی طالب با خوارج چیکار کرد؟ یکیشون رو زنده نذاشت، یه ابن ملجم زنده موند فقط، اونم اون فرقش رو گفت. ولی همین علی ابن ابی طالب 4 دست و پا میشد که اون طفل سوارش بشه، از سواری کنه. همین علی ابن ابی طالب چاه میکند، میومد بالا، هنوز سرش از دایره چاه بیرون نیامده بود، کاغذ و حالا کاغذ یا پوست و قلم میخواست اونجا رو وقف میکرد، سند میزد برای عموم. یا بزرگان دیگه، افراد دیگه، اصلا مهم نیست اهل چه شریعتی باشن. حقیقت رو دیدن، ما اگه بخوایم به واقع تجزیه و تحلیل کنیم میگیم اینا آدمای مظلومی، ولی به حقیقت نه. به حقیقت اینا آدمای بسیار قویه. این حالا من کلا سعی میکنم از این تعریف خیلی فیکس شده کلمات که آدم و بشر و انسان، اینا یکم معنی رو میخوام برسونم، کار به این کلمات ندارم تو چارچوبشون. ببینید یک آدم متعالی در همون که گفتین جهان جهانیه که به سمت عشق میره، یعنی هرچی هم که آدم از اون کینه و نفرت و اینا رها میشه و شریعت و طریقت و اینا رو پشت سر میذاره به حقیقت میرسه. ببین حقیقت جهان هستی اینه که انسان موجودیه که به سمت عشق داره گام برمیداره تا به اون مرحله برسه. میبینیم که علی که شما هم مثال زدین، همون چاهایی رو که میکنه گاهن میره توش گریه میکنه، یعنی حقیقت هم دیده، میدونه که آقا مثلا داستان چیه، بسیار هم متعالیه، ولی در این حال قلبش میشکنه، یعنی درد داره. آدم در عین حال بسیار قوی، ولی در مقابل ناملایمات این دنیای فیزیکی به واسطه اون عشقی که درک کرده میخواد بیارش تو این عرصه فیزیک بسیار بی‌دفاعه. یعنی مسیح هم همینطور، یعنی حتی تو مرحله های مختلفی که سریال The Chosen رو اگه دوستان نگاه بکنن که خیلی سریال فوق العاده ای هم هست، میبینی که خب مسیح واقعا گاهن میترسه، گاهن گریه میکنه، گاهن بغض میکنه، ولی خب در این حال اون باید این مسیری رو که انتخاب کرده به عمل برسونه و پیاده بشه این داستان. اینه که من فکر میکنم هر آنچه که قدرت در دست ما به عنوان یک انسان متعالی ما در نظر بگیریم قرار میگیره، اما نهایتا ما نمیتونیم از اون قدرت ها استفاده شخصی، کینه‌ای یا هر چیزی که در راستای قدرت باشه بکنیم. ما یه انسان متعالی از دید من یه انسان که اگر اون فناوری و تکنولوژی و این چیزهایی که مثلا حالا بگیم در دست یه سری از این افراد متعالی بوده نباشه که حداقل بتونن خودشون رو نجات بدن از این مهلکه‌هایی، نهایتا ما یه انسان خیلی متعالی ولی در این حال بی‌دفاع داریم. اینکه خیلی حقیقت رو درک می‌کنیم چیز چندانی رو از روی دوش ما یا از روی قلب ما بر نمی‌داره، گریه می‌کنیم، می‌ترسیم، می‌لرزیم و این دنیا این شکلیه. بله، انسان هر چقدر هم متعالی محدود به وجوهه در این عالم. وجه جسم محدودیت داره، روح محدودیت داره، ذهن محدودیت داره، اخلاق، احساس، اینا محدودیت دارن. انسان محدود به این وجوه شده و اگه گریه میکنه به خاطر همینه. یکی میزنه تو گوش من، دستمو بستن، پامو بستن، یارو میاد میزنه تو گوشم، خب ناراحت میشم، میگم اگه دستم باز بود الان نصفت میکردم، حیف که دستم بسته است. ناراحت میشم، گریه میکنم. چرا؟ چون محدودم کردن، بعد دارم میزنن. محدودم کردن، دارم میزنن.
انسان محدود میشه به وجوه و این ناراحتی و این گریه ها مال محدودیت وجوهه و و باید این قضیه رو تو تجربه کنی. هر انسانی باید بعد فیزیک رو تجربه کنه برای اینکه متعالی بشه و این تجربه کردن هم چون همراه با محدودیته، ولی ما نمیتونیم بگیم آقا انسان متعالی نیست. چرا متعالیه؟ ولی شکل ظرف رو میگیره با خودش. تعالی انسان در انعطافشه، در توانایی انعطافشه. تعالی انسانی شکل ظرف رو گرفته دیگه برای اینکه تجربه کنه. اگر مسیح ناراحت میشد، علی ابن ابی طالب گریه میکرد. حالا این دوست عزیزمون اینو گفت، به هم بعداً یادآوری کنید که یه تکنیکی رو بهتون بگم که برای من اهل تکنیک نیستم ولی این خیلی باحاله، چون این گنده ها ازش استفاده کردن. میگم یه کسی مثل علی ابن ابی طالب، مثل یوسف، مثل محمد، مثل مسیح، مثل موسی، اینا ازش استفاده کردن. من به شما میگم و این اهل تکنیک نیستم، ولی خب انسان محدود به وجوهه و این ناراحتیش هم مال همینه. ولی خب باید این زمانش هم کوتاست، زمان طولانی نیست دیگه. حالا 100-120 سال عمر کردن زمانی نیست که، باید تحمل کن. آمدید یه چاقوی زامندار زنجان بدی دست یک آدم مثلا قد 1.20، بعد میبینی مثلا رولاد داداشی که با اون هیکل گولاخ و مثلا چیز، ولی وقتی که مثلا اون آدم مبادی آداب باشه، دست و پاش رو حتی دنیای فیزیک هم نبسه، بس اون رأفته است، بحث اون عشق است که در یک آدمی اخلاقیات و عشق جوری دست و پاشو میبنده که دنیا فیزیک هم اونو نمیبنده. اگه اون مثلا با هم دست خالی میتونه گردن یارو رو بشکنه. یا علی مثلا خب وقتی که میتونه اون همه آدم رو توی جنگ شکست بده، وقتی که طرف توف میکنه روش، دست و پاش همونجا بسته میشه. یعنی وقتی که در مایه خودخواهی و منیت میشه، دست و پای طرف همونجا بسته میشه. و این خب دیگه این دوتا محدودیت، یک محدودیت رفعت و خودخواهی نبودن، از روی منیت کاری رو نکردن، و یکی هم که خب آدم اجازه نداره که از اون توانایی ابیلیتی که باز شده براش بر علیه دیگران استفاده بکنه. یک آدم، یک خدا روی زمین، ولی به واسطه عشق، نه به واسطه حتی محدودیت دنیای فیزیکی. این یک آدم بسیار توانمندیه که به نوعی نمیتونه، اجازه نداره یا اصلا صلاح نیست که از اون قدرت‌هاش استفاده بکنه. این خیلی حالا هم جذاب، جالبه، هم دردناکه. بالاخره یه موضوعی که گاهن برای بعضیا خیلی قدرت‌های متافیزیکی مطرحه، برای انگیزه‌ای که میخوان توی این راه قدم بردارن. تو راه شیطانی که آدم بره، توی تاریکی که آدم بره، خیلی باز دستش. همین اولین ابیلیتی رو پیدا بکنه، باهاش میتونه هم پولدار بشه، هم میتونه خیلی هزار تا کار بکنه. ولی وقتی که توی راه عشق و عرفان باشه، هزار تا ابیلیتی هم پیدا بکنه، نمیتونه از اونها، یعنی نمیخواد از اونها به نفع خودش استفاده بکنه. بله کاملا فرمایشتون درسته. چرا نمیخواد استفاده کنه؟ ببین، مسیح ماندگار شد به خاطر همین، علی ماندگار شد به خاطر همین، حسین صاحب اثر در عالم هستی هنوز به خاطر همین. ببینید ما یه واقعیت داریم، یه حقیقت در عالم واقعیته که حسین رو در کربلا شکست دادن و زن و بچهش رو اسیر کردن و همه رو کشتن و سرش رو بریدن و این واقعیته. ولی حقیقت اینه که نه، حسین صاحب اثره. حسین واقعا حسین مرده؟ نه. واقعا علی مرده؟ نه. مسیح مرده؟ به صلیب کشیدنش اینقدر نه.
موسی همینطور، یا خیلی دیگه، خیلی دیگه. ذوالقرنین، کوروش کبیر مرده؟ نه. زرتوش یا همون ابراهیم مرده؟ نه. اینا صاحب اثرن. ولی وقتی میبینی در عالم واقع اینا خیلی هم بهشون ظلم شده، نهایت ظلمه در عالم واقع. آقا یه نفر رو با 72 نفر 12,000 نفر سرش، به یه روایتی 22,000 نفر، به یه روایتی یه عدد دیگه بریزن سر این 72 نفر، چیزی اینا باقی نمونه. بابا اینا فوت کنن باد میبره. هر ظلمی هم که بتونن کردن، ولی هنوز حسین هست، پرچمش بالاست، صاحب اثره. هر مظلومی تو هر گوشه گیر میکنه حسین رو میشناسه میگه یا حسین. خب اینا حقیقته. بله کاملا با تو موافقم. فقط حالا این محدودیتی که به دست و پای این کسانی که حالا مثلا به حقیقت رسیدن، به اون توانایی ها رسیدن، خب این زنجیرهای عشقی که به دست و پاشون بسته است هم خیلی قشنگه و هم خیلی دردناک. یعنی کسی نمیتونه تو راه حقیقت قدم برداره با این انگیزه که من بتونم فلان کار بکنم. نه عزیزم، هیچ کاری نمیتونی بکنی، چون اون عشقی که بهت بخوان بدن جوری دست و پات میبنده که طرف هم مثلا قشنگ یاد میگیره دیگه. مثلا امراس قشنگ یاد گرفته بود، وقتی که دنبالش میکردن یاد مثلا قرآن میزنن سر نیزه، یه بار توف میکنن، یه کاری میکنن که شخصی بشه، یه کاری میکنن که نتونی به اون وظیفه خودت به عنوان یک پیرو حقیقت عمل بکنی، مانع ایجاد میکنن. بلدن دیگه اونا تو این دنیا خیلی قدرتمندن، ولی تو اون عالم حقیقت مسلما اون عزیزان خیلی قدرتمندن. درود بر شما. دقیقا همینطور. آقای میثم خان گفتن جلسه های قبل گفتید یادآوری کنیم که شما در مورد ایجاد صحبت کنید که آب باعث ایجاد در فیزیک میشه. باشه چشم، میگم به موقعش. فقط یه چیزی هست میگه و بالماء کل شیء حی، اگه اشتباه نگم همینه دیگه. آقایون متشرع، این آیه قرآن همینه دیگه، و بالماء کل شیء حی، اگه اشتباه نگم. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید تا انشالله راجبش صحبت کنیم. و این چیزی هم که الان آقا سعید گفت چاه و اینا، اینم باز یه بار یه رومی راجبش صحبت کردیم خیلی قبل، ولی الان میشه یه ذره بازتر راجبش صحبت کرد. اون موقع نمیشد خیلی مسئله رو من اینجوری که الان میشه بازش کرد اون موقع راجبش صحبت کنم. الان بهتر میشه راجبش صحبت. یه تایمی یادآوری کنیم میگیم راجبش حتما. خب دیگه مطلبی، صحبتی، سوالی؟ امیدوارم همیشه سالم باشین، سربلند، سرمست و البته خرسند. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدای یار و نگهدارتون.